خیلی از دوستان عزیز تحریر میتونن بزنن ساده، ولی تحریرهای داخل شعر رو نمیتونن بزنن و یا اینکه تحریرهای داخل شعر رو خوب اجرا نمیکنن. با این مثال تمرین کنید برای تک تک شعرهایی که میشنوید و دوست دارید تحریراشو اجرا کنید. خب به عنوان نمونه: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، دل کند یاد. خب به عنوان نمونه این شعر رو میخوایم تحریراشو ساده کنیم، تحریراشو سرعتشو کم کنیم و تحریرها سرعت رو روون کنیم. چجوری این تحریرها رو انجام بدیم؟ ببینید شعر رو آهسته میکنید، شمارش تحریرها رو انجام میدید و آروم آروم تحریرها رو اجرا میکنید به این صورت: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر دو فریاد. ببین توی هر قسمت داره سه تحریر میزنه: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، دل کند یاد. حتما اینو بین 5 تا 10 دقیقه توی روز تمرین کنید. بعد از یک هفته بیاید تحریراتون رو تند کنید، اینجوری بخونید: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند